سبزپوشان شمس‌آذر از سمت راست به چپ تصویر خواهند زد و سفیدپوشان چادرملو اردکان از سمت چپ به راست تصویر. ثانیه‌های پیش با سوت آقای مرتضی منصوریان نیمه اول دو تیم این بازی آغاز شد. دستش رضا محمود آبادی هم هست. کوتاه با رضا محمود آبادی پاس به درون محوطه جریمه و توپی که درون دروازه قرار میگیره. در همین ابتدای دیدار دروازه شمس‌آذر باز شد توسط رضا دهقان. نتیجه 1-0 میشه به سود چادرملو اردکان. چه فریادی رو میزنه علیرضا جعفرپور. صحبت میکنه. شما ببینید صحنه آهسته گلی که رضا دهقان به ثمر رسید. اونجا پاسی که دادن و با پای راست از سمت چپ میرن یک موقعیت رو ایجاد بکنن برای دروازه شمس. ارسال به درون محوطه جریمه اشتباهی که انجام شد و توپی که درون دروازه قرار میگیره. گل دوم تیم چادرملو اردکان. پرچم بالا رفته به نشانه آفساید خواهد گفت با آقای مرتضی منصوریان. شما ببینید در نمای آهسته بنده هیچ اظهار نظری نمی کنم و اتاق وی آر تصمیم گیری خواهد کرد. اینجا رو باید ببینیم که چه تصمیمی رو خواهند گرفت و گل پذیرفته میشه. گل پذیرفته شد و گل دوم چادرملو هم به ثمر میرسه در حالی که 11 دقیقه از این دیدار رو سپری کردی. باز هم در نمای دیگر ببینید شما گل دوم تیم چادرملو رو. اینجا بود که علی خدادادی موفق شد گل دوم چادرملو رو به ثمر برسونه. اتاق وی آر تایید کرد. داشت شجاعی یک پاس خوب رو داد پشت محوطه جریمه. یک پاس خوب میرفتن بدن موقعیت هست برای شمس‌آذر و توپی که درون دروازه قرار میگیره. توپی که درون دروازه قرار گرفت و حالا بازی 2-1 میشه و شمس‌آذر به بازی برگشت. شما ببینید در نمایش اینجا بود یک لحظه اشتباه کردن بازیکنان چادرملو و دروازه این تیم باز شد. کماکان دارن چک میکنن با اتاق وی آر گلی که به ثمر رسون تیم شمس‌آذر. ارسال به درون محوطه جریمه ضربه سری که میزنن و اعلام ضربه کورنر میشه. شما ببینید در نمای آهسته ارسالی که انجام شد. اونجا ضربه سری که علیرضا دقاقله زد. عذرخواهی میکنم صاحب محبی بود که ضربه سر رو زد. این هم اتاق وی آر. صحنه مشکوکی که در محوطه جریمه تیم چادرملو اردکان اتفاق افتاد. داور به سمت زمین میاد. ببینیم چه تصمیمی رو خواهد گرفت آقای مرتضی منصوریان. همین نگاه ها به مرتضی منصوریان داور این دیدار هست و اعلام نقطه پنالتی. اعلام پنالتی میشه به سود شمس‌آذر در تقابل با احسان ماردن. هومن ربیزاده و توپی که میزنه و توپ درون دروازه قرار میگیره. گل تساوی رو شمس‌آذری ها به ثمر میرسونن و هومن ربیزاده موفق شد که بازی رو به تساوی بکشونه. چه بازی پرگل جذاب و تماشایی رو تقدیم حضور شما علاقمندان به فوتبال میکنم. بازی رو به تساوی بکشونه. توپ رو به سقف دروازه زد. چه پنالتی ریسکی رو زد هومن ربیزاده. بغل پای محکم و به سقف دروازه زد و این هم نمای زیبا از گل تساوی شمس‌آذری ها. مناسب بفهمید کجا زد ضربه پنالتی رو هومن ربیزاده. ارسال به درون محوطه جریمه. چه ارسالی رو انجام میده و ضربه سری که میزنه اونجا میلاد سرگی تیم شمس‌آذر. اینجا بود که ارسالش رو انجام داد و میلاد سرگی رضا محمود آبادی پشت ضربه خطا ایستاده. حالا در سوت خودش دمید آقای مرسون. ارسال بلند و ضربه سری که اونجا زدن بازیکنان چادرملو اعلام خطا شده. توپ گرفتن از سمت چپ روی خط توپ رو کنترل کردن شمس‌آذری ها. ارسالی که انجام شد و صحبت میکنه آقای
حالا در سوت خودش دمید آقای مرتضی منصوریان. هومن ربیع‌زاده ضربه‌ای که میزنه و تو درون دروازه قرار میگیره. چه اعتراضی رو میکنه ادسون ماردن به سمت آقای مرتضی منصوریان و اینجا تقریبا به مرکز دروازه زدیم بار. هومن ربیع‌زاده پنالتیش رو ارسالشون بار کوتاه انجام داد. محمود آبادی ارسال بلند درون محوطه جریمه، توپی که به تیر دروازه برخورد میکنه. باز هم موقعیت برای تیم چادرملو هست، شوتی که میزنن و توپ درون دروازه قرار میگیره. گل تساوی رو تیم چادرملو اردکان به ثمر میرسونه. رضا دهقان موفق میشه دبل کنه در این دیدار. تعویض برای شمس آذر در راه است. محمد بهیرایی میخواد وارد زمین بشه به جای امیر محمد محکمکار. شما در نمای آهسته دیدید اینجا بود که رضا دهقان با شوت سرضرب دروازه علیرضا جعفرپور رو باز کرد تا بازی ارسال به درون محوطه جریمه. کماکان صاحب توپ هستن و ضربه سری که میزنن اونجا توپ به شکل فوق العاده خطرناک به بیرون رفت. چادرملو با پای چپ و پوشش مناسب یک دسته چه اشتباهی رو انجام دادن و توپ درون دروازه قرار گرفت. گل چهارم این دیدار رو بازیکنان چادرملو به ثمر رسوندن و رانی هرنان بویوی موفق شد در میان تعارفی که خط دفاعی و علیرضا جعفرپور انجام دادن دروازه شمس آذر رو باز بکنه. شما ببینید اینجا تعارفی که کرد هومن ربیع‌زاده و علیرضا جعفرپور و فرصت طلبی بازیکن تازه وارد تیم چادرملو دروازه شمس آذر رو برای چهارمین بار باز میکنه. حالا نتیجه 4-3 میشه به سود چادرملو. حالا در سوت خودش دمید ارسال بلند به درون محوطه جریمه، ضربه سری که میزنن و تو به بیرون میره. دومین برد پیاپی خودش رو به دست بیاره و 6 امتیازی بشه در جدول. درون محوطه جریمه موقعیت هست برای شمس آذر. کماکان صاحب توپ هستن و توپی که درون دروازه قرار میگیره. توپی که درون دروازه قرار میگیره و بازی 4-4 مساوی میشه. میلاد سرگی بازی رو به تساوی کشوند. اینجا بود که سایل فداکار کنترل انجام داد و از راه رسید. میلاد سرگی و پای راست دروازه ادسون ماردن رو باز کرد. چه شوتی رو زد میلاد سرگی و دروازه ادسون ماردن رو باز کرد. اصلا هم خطای هن نبود. و حالا با سوت آقای مرتضی منصوریان دیدار تیم‌های شمس آذر قزوین و چادرملو اردکان با نتیجه تساوی 4-4 به پایان میرسه.